29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن با حضور جمهوری اسلامی ایران در مرکز ملی همایش‌های شهر پکن برگزار شد. غرفه جمهوری اسلامی هم خب به هر حال با حضور چندین ناشر از ایران و همینطور نمایندگی المصطفی در چین و همینطور رایزنی فرهنگی کتاب‌های خودشون رو عرضه کردن. خب المصطفی هم در این نمایشگاه حضور جدی داشت، تقریبا بیش از 100 کتاب رو عرضه کرده و 25 کتاب به زبان چینی رو در واقع در اینجا ما در منظر عموم قرار دادیم. این نمایشگاه که برای نخستین بار پس از برداشتن محدودیت‌های کرونایی برگزار شد، ناشران 56 کشور جهان آثار خود را در قالب 2500 غرفه عرضه کردند. استقبال خوبی از نمایشگاه شده و این نمایشگاه یک مرکز خوب برای تبادل نظر فرهنگی است و همچنین کتاب‌هایی در خصوص اطلاعات اجتماعی و ایران شناسی برای مخاطبان خود معرفی می‌کند. همچنین در حاشیه این نمایشگاه روز فرهنگی ایران با حضور جمعی از استادان و ایران شناسان چینی علاقه‌مند به فرهنگ و ادبیات ایران برگزار شد. در این مراسم احمد ون معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی بر تقویت و گسترش روابط فرهنگی تهران و پکن تأکید کرد. بازدیدی که از نمایشگاه صورت گرفت و دیداری که با معاون وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری چین و همینطور با رئیس نمایشگاه کتاب پکن انجام شد عزم ما رو برای توسعه روابط فرهنگی نشان داد. معرفی آخرین کتب و منشورات در حوزه فرهنگ ایران و چین، تقدیر از ایران شناسان علاقمندان به زبان فارسی که سالهای سال در این حوزه فعالیت کرده بودند رو داشتیم. در نشستی که در حاشیه نمایشگاه با عنوان روز ایران برگزار شد، کارشناسان، اندیشمندان و صاحب نظران بر گسترش و تقویت روابط فرهنگی تهران و پکن تأکید کردند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن.